سلام خدمت ادبیاتی ها و غیر ادبیاتی هایی که اومدین و میخواین بدونین که عیوب فصاحت یعنی چی. قبل از اینکه بخوام مسئله‌مون رو باز بکنم، باید اینو بگم که این ویدیو اولین ویدیو از سلسله ویدیوهای ما هست که در اونها میخوایم به مسائلی که کتاب معانی دکتر شمیسا بهش میپردازن و بهش بپردازیم و ببینیم که دنیاش دست کیه. مثلا همین عیوب فصاحت، مثلا حالا قضیه مسند و مسندون الیه که البته این آسونه، مثلا قضیه کنایه و تعریض، مثلا مسائل دیگه ای که حالا جلوتر بهش میپردازیم. خب اما قبل از اینکه بخوایم اصل مطلب رو بگیم، اون عنوان ما این هست که عیوب فصاحت چیا هستن. ابتدا اصلا باید بدونیم که فصاحت یعنی چی. وقتی فهمیدیم فصاحت یعنی چی، بعد میفهمیم که یه نفعی واسه ما داره و یه زیانی. نفعش چیه؟ ما به واسطه فصاحت و کلام فصیح و کلام بلیغ میایم به مخاطبمون تأثیر میگذاریم. البته خود استاد در کلیاتش، همون بخش اولش هم هست، خیلی کامل توضیح داده، اما گفتن این نکته هم در اینجا خالی از لطف نبود. و عیب فصاحت چیه؟ عیب فصاحت یعنی که شما از یک سری از مواردی در کلامتون استفاده میکنید، خب، یا از یه چیزایی استفاده نمی کنید، خب، که در اون صورت باعث میشه تأثیری که کلام شما به مخاطبتون میگذاره چی بشه؟ بیاد پایین، کم بشه. خب این میشه عیب‌های فصاحت ما که داخل دو تا بخشه، داخل دو قلمرو اول ما در حوزه کلمه و قلمرو دوم ما در حوزه کلام هستش. در حوزه کلمه ما خودمون سه تا بخش داریم، سه تا عیب فصاحت و عیب کلام بلیغ داریم. خب سه تا عیب که باعث میشه که از تأثیری که کلام ما، حرف ما، نوشته ما، گفته ما، حالا هر چیز دیگه بخواد به مخاطب ما بذاره چی بشه؟ بیاد پایین. اولی تنافر حروف و کراهت در سمع. یعنی چی؟ اول از همه بیایم اسمش رو نگاه بکنیم. میگه تنافر حروف و کراهت در سمع. یعنی چی؟ یعنی زشتی کلمه واسه شنونده. سادهش بکنیم، اشکال نداره، ساده میکنیم. مثلا ما میایم میگیم که عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینت غماز نبود چون بود. آینت دانی چرا غماز نیست؟ حالا بقیهش چون که زنگار هستنش ممتاز نیست و اینا. آینت، الان کلمه آینت شما یه نگاهی بهش بندازین. داخل کلمه آینت ما آینه رو میبینیم علاوه ضمیر ت که بهش چسبیده و با چه چیزی ما به این ت میرسیم؟ آیا فتحه میاد؟ آیا کسره میاد؟ آیا میگیم آینه ات، آینه ات، آینه ات؟ هیچی نمیگیم. به اقتضای وزنمون میگیم آینت. خب این زشتی ایجاد میکنه، یک جور کلمه رایجی نیست که ما الان بخوایم ازش استفاده بکنیم واسه اینکه بخوایم به بقیه بگیم. مثلا به یکی بگیم آینت دانی چرا غماز نیست؟ آینت میدونی واسه چه اینقدر کثیفه؟ نه، آینت میدونی چرا اینقدر کثیفه چیه؟ آینه تو. خب داخل شکل نوشتار ما نمیگیم آینت، میگیم آینه تو. یا مثلا بخوایم، خود استاد هم حالا مثال آورده از کتاب، اگه بخوایم بگیم استناد به دلیل کتاب بخوایم اگه داشته باشیم، خود استاد هم گفته آقا ستودن نداند کسو را چو هست، میان بندگی را بباید بست. بباید بست. الان بباید چیه؟
باید تو را دیگه، ها، باید تو را، اصلا یه چیزی داخل همین قدر قامت، اصلا نمیخوایم من کامل بدونیم چی میگه. خب اما یه چیزی داخل این قضیه است، به باید، باید تو را، میان بندگی را بباید جست، بباید بست. مثلا این کلمه بباید، خب بالای حرف دال چی میبینیم؟ صامت میبینیم، در حالی که باید اینجوری می بود، باید تو را، باید تو، یه همچین قضیه و یه همچین شکلی باید به خودش میگرفت. الان اگه بخوای مثلا شما با یه کسی صحبت بکنی و بهش بگی که ببایدت، نه ببخشید، بباید لیوان به من بدهی، این چیه؟ این میگه آقا چی میگی تو؟ من نمیفهمم چی میگی. از تأثیر شما، از تأثیر کلام شما به اون مخاطبتون چی میشه؟ کم میشه، میاد پایین، اون تأثیره میاد پایین. خب لذا ما در اینجا یک عیب فصاحتی و یک علم و یک عیب کلام بلیغ میبینیم که دیگه کلام ما وقتی یه همچین چیزی استفاده بکنیم، خب دیگه یک کلام بلیغ نیست و خواننده یا شنونده میتواند از ما عیب بلاغی بگیرد. خب اما البته اینم شما باید در نظر داشته باشی که مثلا در زمان یک کسی مثلا مثل فردوسی، خب این عادی بوده، این اوکی بوده، این مشکلی نداشته که شما مثلا بیای به سخن بگی سخن، خب مشکلی نداشته، اشکالی هم نداشته. خود فردوسی هم به کرات استفاده کرده از این نوع لفظ سخن، خب به جای سخن داخل اقتضاء وزن دیوانش، ببخشید حماسه‌ای که خلق کرده شاهنامش. خب فلذا ما نمیتونیم خیلی به قدما بیایم یه همچین ضعفی رو بگیریم، چنانچه هست، واردم هست. اما دوم، مخالفت با قیاسه. مخالفت با قیاس یعنی چی؟ مخالفت با قیاس یعنی این که اول از همه خود عنوان رو ببینید. شما بیای کلمات تو جمع ببندی، جمع ناصحیح ببندی. مثلا فکر کن خود کلمه جمعه، شما میای دوباره همون کلمه که جمعه چکار میکنی؟ میای جمع میبندیش. مثلا ده منادی گر بلند آوازیان، ترک و کرد و رومیان و تازیان. الان بلند آوازیان، اصلا همین بلند آواز فحوای کلامو چی میرسونه. باز اگه اینو بخوای یه یان بهش بدی که بخوای جمعش ببندی، دیگه چی میشه؟ ناصحیح خواهد شد، مخالف خواهد شد با قیاس شما. اگه شما بیای کلمتو، اگه شما بیای جمع ببندی کلمه فارسی و با آلات جمع عربی، مثلا آزمایشات، خب آزمایشات چیه؟ اشتباست، آزمایشات ما نداریم. این میتونه یک عیب بلاغی باشد. یا مثلا شما بیای مخفف بکنی کلمه رو به شکلی که گوشنواز نیست. خب مثلا میایم میگیم که آقا گریزان به بالا چرا بر شدی، چو آواز شیر ژیان بشنودی، که این در اصل کلمه بشنودی هست. خب اما به اقتضای وزن شده بشنودی که مخفف شده، اما مخفف گوشنوازی نیست. یا مثلا بیایم بگیم که شب گذشت و صبح آمد ای تمر، چند گیری آفسانه زر ز سر، که آفسانه همون افسانه هست.
دیگه چه نیازی هست که ما بخوایم آفسانه بگیم؟ خب این مخالف با قیاسه. این تغییر دادن اشتباهه، یا نه اینجوری بگیم بهتره، تغییر دادن ناصحیح کلمه هست، تغییر دادنی که گوشنواز نیست. اما مثلا یه جایی مولوی میاد میگه که این از آن لطف بهاریات بود یا ز پاییزی پر آفات بود. الان کلمه بهاریات جمع بسته شده با الف و ت، اما به دلیل اینکه مخاطب قبول میکنه اون حالت موسیقیایی و اون حالت زیبایی و مخاطب شما یا خواننده قبول میکنه و میشینه کلمه بهاریات اینجا، ما اینو میتونیم قبول بکنیم و اشکالی هم ندارد. عامل بعدی قرابت استعماله. یعنی چی؟ یعنی شما میای از یک سری کلمه هایی استفاده میکنی که الان دیگه، الان میگم یعنی الانی که شما زنده ای، الانی که شما نفس میکشی و جامعه تو میبینی، اینکه شما از کلمه های مهجور و از کلمه های مرده استفاده بکنی که الان دیگه مثلا اطرافیان تو، دوستان تو، جامعه از این استفاده نمی کنند. مثلا فکر کن بیای بگی مقام قوانی گرفته نوایح به سات انادل سپرده اناکب، که مثلا قوانی جمع قانیه باشه، قانی زن. خب الان این نحوه کلمه چینی، مقام قوانی گرفته نوایح بساط انادل، انادل اندلیب، اناکب عنکبوت. خب این استفاده از کلمات ناآشناست. خیلی 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 مجمل بخوام بگم، خیلی آسون بخوام بگم، گزینه سوم ما که قرابت استعمال هست از اسمش هم معلومه. قرابت با غین به معنای دوری، استعمال یعنی استفاده کردن. یعنی چی؟ یعنی استفاده از کلمه های ناآشنا، استفاده از کلمه های دور، استفاده از کلمه های مرده. الان شما مثلا بخوای بگی که مثلا میخوای بگی که آقا من در پیاده رو مثلا با دوستم محمد علی صحبت کردم، خب دیگه میگی پیاده رو، نمیای بگی مثلا قدمگاه، گاه قدم، فیلم مثال میگه پیاده رو. این گاه قدم و این چه میدونم، حالا گاه قدم که خودم دارم، قدمگاه یا هر چیز دیگه که بخوای بهش بگی که مخالف باشه با اون چیزی که الان شما میای استفاده میکنی به اون معنا، چی میشه؟ داخل قرابت استعمال اتفاق میفته. آقا قرابت استعمال یعنی اینکه شما بیای از کلمه های قدیمی استفاده بکنی که الان دیگه استفاده نمیشه، به همین سادگی و به همین خوشمزدگی. خب اما مورد دوم ما که الان دیگه بحث ما از کلمه تموم میشه و بحث ما میره داخل کلام. خب داخل بحث کلام ما میایم آقا میگیم که عیب‌های فصاحت و عیب‌های بلاغی ما که چند تا موردن. اولی ضعف تألیف. ضعف تألیف یعنی چی؟ یعنی که شما بیای اشتباهات دستوری داشته باشی داخل مثلا شعری که می‌نویسی، داخل متنی که می‌نویسی و که یک نمونه اگه بخوام بگم پرش ضمیر هست. مثلا اینکه از عدالت نبود دور گرش پرسد حال پادشاهی که به همسایه گدایی دارد، که اینجا گرش مال کیه؟ گرش مال گداییه. میگه که از عدالت دور نیست، اگر پادشاهی که به همسایگی گدایی دارد از حال او بپرسد، از حالش بپرسد، که این میشه مال حال گداهه. پرش ضمیر به همچین جایی اتفاق افتاده که این مخل فصاحت هستش. باید مرجع ضمیر ما قبل از ضمیر
ذکر بشه و گفته بشه. فی المثال مشخصه دیگه، مثال هم دیگه نمیخوام. مثلا میایم میگیم آقا من علی رو زدم، اونم منو زد، اونم منو زد، علی منو زده دیگه، علی قبل از ضمیر اومده، به همین آسونی. اما دومی تعقید لفظی، تعقید از عقد میاد. عقد یعنی گره، گره یعنی مشکل، یعنی نفهمیدن. تعقید لفظی یعنی نفهمیدن لفظ. اگر که کلام شما، اگر که جمله‌ای بنویسید، شعری بنویسید، دیوانی بنویسید، یا اصلا هر چیزی بنویسید یا بگید به طور کلی، و داخل حرفی که میزنید، داخل کلامی که میزنید، فهم یک کلمه اشتباه باشه، ببخشید فهم یک کلمه نامفهوم و گنگ باشه، خب چنانچه نامفهومی و گنگی داخل فهم یک کلمه خب وجود داشت، ما میگیم آقا این تعقید لفظیه. در تعقید لفظی البته به معنا هم توجه میکنیم. ابهام هم داخل مثلا یک کلام ادبی باید وجود داشته باشه. این هم در نظر داشته باشید که تعقید لفظی یه پوینت منفی به اون شکل خیلی حاد خودش نیست، یه نکته منفی نیست، اما تعقید معنوی که در ادامه میگیم هست. تعقید لفظی یعنی چی؟ آقا به طور کلی یعنی اینکه شما یه دونه کلمه رو نتونی بفهمی، خب داخل فهمش مشکل بخوری. مثلا میگیم آقا چی؟ رنج خود و راحت یاران طلب، سایه خورشید سواران طلب. کلمه نمیتونیم بفهمیم این خورشید سوارانه منظور کیه، داخل فهمیدن چیه به مشکل برمیخوریم که حتما هم ابهام داخلش هست. اما داخل تعقید معنوی خب اینجوریه که ارتباط بین کلمه ها سخته، ارتباط بین کلمه ها دشواره. مثلا این هم هست که مثلا شاعر بیاد یک موضوع ساده رو، خب یک موضوع ساده رو به شکل پیچیده‌ای بیان بکنه. اگه شاعر بیاد مثلا در کلام خودش از اصطلاحات نجوم و از اصطلاحات چه میدانم یک علم خاصی و از اینها بیاد استفاده بکنه به طوری که حرف خودشو به چرخونه دور دهنش به نحوی که سخت بکنه واسه خودش رسوندن مفهوم حرفشو، خب به اون حالت میگیم که آقا این اولا که تعقید معنوی، دوما یه نکته منفی هم حساب میشه. چیزی که داخل سبک هندی خیلی زیاده. داخل سبک هندی این شکلیه که اصلا شما میخونید، خب شاید هم حتی متوجه بشید کلمه ها چی میخوان بگن، اما ارتباط بین کلمه ها رو شما نمیتونید بفهمید که ثقیله، سخته، شاقه. خب مثلا ای فضول وهم عقبا، آدم از جنت چه دید؟ عبرت است آنجا که صاحب خانه مهمان می شود. خب اینجوری که الان شما میبینید داخل این شعر به لحاظ زبانی یک نکته پیچیده وجود نداره. شما کلمه ها رو میتونید بفهمید اما معنای اون مبهمه. خیلی مهمه داخل تعقید معنوی فهم معنا به شدت چیه؟ مهمه که اگه شما ببینید که نتونی مفهوم این حرفی که مثلا خواننده بهت میزنه، چه میدونم یه شعر خوندی نتونی بفهمی معنا و مفهومش چیه، خب در اون حالت تعقید معنوی میتونه داخل کلامت جا داشته باشه. البته یه چیزی هم اینو من بگم و اون این که داخل 80% مواقع 70 الی 80% مواقع اگه شعری دیدید که متعلق به سبک هندی بود، مال صائب بود، مال بیدل دهلوی بود مخصوصا، خب
مطمئن باشید داخلش تغییر لفظی نه، ببخشید تغییر معنوی هست، چون یکی از ویژگی های سبکی اون موقع بوده یه همچین مسئله به عنوان یک نکته مثبت بهش نگاه میکردن. بهشون میگفتن آقا کسی اگه بیاد شعر شما رو بخونه و همون دفعه اول بفهمه داستان دست کیه، بفهمه قضیه چیه، بفهمه شعرتون چی داره میگه، دیگه کسی نمیاد سراغ شعر شما، دیگه اونو نمیخونن، دیگه فاقد اهمیته. خب فلذا می اومدن و شعرهایی که میگفتن یک جوری میگفتن که این ارتباطه پیچیده باشه که شما لازم باشه چندین دفعه شعر رو بخونید. خب این از عیوب فصاحت ما که داخل بخش کلیات و مقدمات کتاب معانی بود. به عنوان یک مقدمه، البته عیوب فصاحت هم آسونه، ولی کن به عنوان مقدمه ای که بخوایم داشته باشیم برای سلسله ویدیوهایی که بخوایم بذاریم، فکر میکنم که واجب بود، لازم بود بودنش. به هر حال اگه خوشتون اومد از این ویدیو میتونید لایک کنید، میتونید کامنت بذارید که ببینیم چه مسئله رو نگفتیم. اگه فکر میکنید چیزی رو باید بگیم بازم از بخش کلیات و مقدماتش، میتونید بهمون بگید. شاداب باشید، همیشه موفق باشید و پرپول. خدا نگهدار.